بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. سلام. ماشاءالله به این صدا. خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که شما اینجا هستین و قراره با همدیگه شب خیلی خوب با همدیگه بسازیم. چقدر با همدیگه گفتم، ولی قراره که واقعا با همدیگه شب خیلی خوب رو بسازیم. اینجا شبکه نسیم، من محسن کیایی، برنامه 1001، برنامه‌ای برای همه مردم ایران. خیلی متشکرم. ما میخوایم امشب در مورد یه عددی حرف بزنیم که قبلا هم حرف زدیم، اما از یک زاویه دیگه ای میخوایم راجع به اون عدد حرف بزنیم. بله، تا حالا شده به این موضوع فکر کنید که یه روز از خواب پا میشید و ببینید خورشید نیست؟ میشه؟ نمیشه. امکان نداره که شما یه روز صبح از خواب پاشید و ببینید خورشید نیست و نور نمیتابه و حضور نداره، دیگه اون روز نمیشه. اما من فکر میکنم که دوست خوبم مثل خورشید میمونه. دوست خوب، رفیق خوب مثل خورشید میمونه. نمیشه نباشه، نمیشه نتابه، نمیشه گرما نده. هممون یه رفیق خوب بالاخره حداقل یه رفیق خوب رو داریم دیگه. دیدید بعضی موقعا این شکلیه که شما حتی یه رفیقتون رو چند وقت نمیبینی. برای من خودم اتفاق افتاده، ولی دلت گرمه که اون هست. میدونی اگه ساعت 3 نصف شب بهش زنگ بزنی نمیپرسه چرا، میگی من حالم بده، مشکل دارم، بیا، میاد. حتی اگر خیلی وقت باشه ندیدیش، دلت بهش قرصه به خاطر اینکه رفیقته. امیدوارم همه ما یه دونه از این رفیقا رو داشته باشیم. واقعا نعمت خیلی خوبیه. من حالا به خاطر شرایط کاریم و فشار کاری که دارم خیلی وقته که الان کمتر به رفقام سر میزنم یا میبینمشون یا تلفن میزنم. همینجا دارم بهتون میگم آقا منو ببخشید رفقای عزیزم. همچنان بهتون فکر میکنم، همچنان رفقای عزیز من. این شرایط کاریم اینجوریه، حتما بهتون زنگ میزنم، حتما میبینمتون. دم عید ماه مبارک رمضونه، به همتون تبریک میگم. یه تشویق کنین خودتونو. ما امشب میخوایم در مورد عدد 2 حرف بزنیم. رفیقی که نذاشت ما 1 بشیم. بله، دست بزنیم. همینجا براتون آرزو میکنم اگر رفیقی دارید که خیلی وقت ندیدید به سرعت بهتون زنگ بزنه، ببینتتون و حال دلتون خوب باشه. پس بریم یه بخش از برنامه رو ببینیم، برمیگردیم میخوایم در مورد رفاقت حرف بزنیم. زوج، تکیهگاه، گرمابه و گلستان، رفاقت. شاید برای ما اولین رفاقت اونجایی شروع شد که کلاس اول دست همشاگردیمون رو سر صف محکم گرفتیم. انگار با این حرکت می‌خواستیم دنیا رو تسخیر کنیم. دست رفیقمون مثل یه طناب بود که ما رو از دنیای بزرگترا جدا می‌کرد. شاید هیچ کدوم از ما نمیدونستیم که رفاقت یعنی چی. مثل 2 نفر که در دل یک جنگل تاریک بدون نقشه، بدون چراغ، دست در دست هم حرکت میکنن. اما همون دستای در هم فشرده خود به خود راهو پیدا میکردن. رفاقت مثل آتش در دل یک شمعه که خاموش نمیشه.
حتی وقتی باد میاد و اونو میلرزونه، شمع همچنان میسوزه. مثل یه درخت که روزای سخت رو به دوش میکشه و بعد از سالها تو رو با میوه های شیرینش غافلگیر میکنه. رفیق بخشی از کیفیت زندگی ماست. رفیق جهان رو امن‌تر میکنه. اونی که وقتی زمین میخوری کنارت زانو میزنه، خاک لباساتو میتکونه و کمکت میکنه دوباره بلند شی. وقتی همه چیز فرو میریزه، وقتی نای ادامه دادن نداری، وقتی کسی تو رو نمیفهمه، اون میاد و بدون هیچ توضیحی کنارت میمونه. نصیحتت نمیکنه، فقط هست. بودن، حتی وقتی هیچ دلیلی برای موندن نیست. و در پایان سراغ بهترین رفیق رو بگیریم. یا رفیق من لا رفیق له. بله خیلی خوب، برگشتیم به استودیو. یه اتفاقی برای همه ما افتاده، میخوام ببینم شما هم ازش خاطره دارین یا نه. یه دفعه این متوجه میشین میبینین که یکی از دوستاتون، یکی از رفقاتون، یکی از رفقای خیلی خوبتون باهاتون سرسنگینه. نمیدونین چی شده ها. هی برمیگردی مرور میکنی، نگاه میکنی، میگه خب من چی گفتم، چی کار کردم، چی جوری شده. هر چی میگردی پیدا نمیکنی دلیلش چیه. میگه اشکال نداره، ولش کن، بذار یه مدت به حال خودش باشه، احتمالاً حال خودش بده و ازش فاصله میگیری تا میگه حالش خوب بشه، حتما دوباره برمیگرده رو روال عادی خودش. اما به خودت میای میبینی 6 ماه از همدیگه خبر ندارین، از هم دور شدین، فاصله گرفتین. 2 تا رفیق باید با همدیگه حرف بزنن، باید مشکلات هم رو به هم بگن، باید گفتگو بکنن. میدونید مثل چی میمونه؟ 2 تا رفیق مثل اینه که یه طنابی تو دستشونه، یه سر این طناب تو دست منه، یه سر طناب تو دست رفیقمه. زمانی که بینمون مشکل به وجود میاد، این طناب از وسط پاره شده و اگر حرف نزنیم و گفتگو نکنیم همینجوری پاره میمونه. اما اگر با هم حرف بزنیم و گفتگو بکنیم، این طناب به هم گره میخوره و وقتی گره بخوره شما به هم نزدیکتر میشین، چون اندازه طناب کوچیکتر شده. پس اشکالی نداره که بین 2 تا رفیق مشکل به وجود بیاد، اشکال نداره با هم بحث بکنی، اشکال نداره اختلاف نظر داشته باشین، اما با هم حرف بزنین، بگین، گفتگو بکنین. این دعواها باعث میشه این تنابه پاره بشه و گفتگوهای شما باعث میشه اینا به هم وصل بشه و شما هی به هم نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشین. پس قانون امشب ما اینه: اگر از دست هم ناراحتیم بگیم، نریزیم تو خودمون، حرف بزنیم. رفاقت ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست. من میرم باش عکس بگیرم، شما منو تشویق کنی، منو ها. خوبه؟ خیلی ممنونم.
توی آینده، توی فردای تو دست دارم. دست کم نگیری این عشق پر از دلهاره رو، دست کم نگیری روزای پر از خاطره رو. دوست دارم نگاه کنم خنده و اخما تو، چه قشنگ عشق من زندگی با تو. دست کم نگیری این عشق پر از دلهاره رو، دست کم نگیری روزای پر از خاطره رو. دوست دارم نگاه کنم خنده و اخما تو، چه قشنگ عشق من زندگی با تو. ماه رمضان ماه بندگی خداست، ماه مهمانی خداست. بعضیا میگن که چرا شما ماه رمضان میرید، خدا میگن به مهمانی خودمون دعوت کردید. وقتی که دعوت میکنه خدا، میخوام مهمانی خودش رو دعوت میکنه، چرا گشنگی باید بکشیم؟ اینه که خدا علاقه خدا به ماست، میخواد تشنه ترمون کنه، میخواد اینکه اون لذت اخروی و لذت دنیوی که از ماه رمضان میخوایم ببریم و بیشتر داشته باشیم. حتی فکر میکنم کسایی هم که یه مقدار تو طول سال خیلی شرایط براشون فراهم نیست و یا شاید خیلی تمایل نداشته باشن با خدا ارتباط بگیرن، ولی توی این ماه شرایط یه شکل ویژه‌ای داره و اینو فکر میکنم همه حس میکنن. با بچه‌ها تو مدرسه بودیم، خیلی اصرار کردن که آقا بیا با هم بسکت بازی کنیم. اینا سر ظهر تابستون بسکت بازی کردیم، زبون روزه، جاتون خالی، خیلی هم چسبید. وقتی برگشتم خونه تا غروب که تقریبا ساعت 8:45 موقع اذان بود، من فکر کنم نزدیک 60-70 بار تو حیاط خونمون با شلنگ فقط داشتم از آرنج به پایین و زانو به پایین با آب خنک چیکار می‌کردم، میشستم که له له می‌زدم. لقمه رو گرفته بودم که اذان بگه، تا گذاشتم دهنم همه دیدم داره منو نگاه میکنن چهار چشمی. گفتم مگه چیکار کردم که داره نگاه میکنه؟ نگو که من لپم اونجوری بود، یعنی اذان گفته بود اونجوری باد کرده بودم که الله اکبر گفت من عمره. از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پرسیدن که برای چی ما روزه میگیریم؟ پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود که مهمترین قسمش اینه که صوموا تصحوا، یعنی روزه بگیرید تا تندرست بشید. موقع افطار کنید برای خدا ناز کنید. یعنی چی؟ یعنی خرمایی که دستت گرفتی یا چایی که داری میخوری بیار لب دهانت، بیار پایین. چرا؟ میگه که خدا من به خاطر خود روزه گرفتم، نمیخورم تا حاجتمو بدی، تا دعامو مستجاب کنی، برای خدا ناز کنی. الو راست میگی تو همین فاصله کم؟ خدایا شکرت، خدایا شکر. یه لحظه موقعت میکنم به محسن بگم دوباره الان میام سمت شما. باشه خدا نگهدار. چی خدا شده؟ محسن چی شده؟ چیزه بود راه انداخته بودی، چیش؟ کدوم کمپینه؟ آره 1001 گویش چی بود؟ گویش 1001 نفر زندانی آره رو آزاد 1001 کنیم. امید آزاد کردن زندانیان. از الان آخرین آمار گرفتم از ستاد مردمی دیگه کشور. خب جمهوریگی آشنا دارم. خب محسن از 14 تا 22 اسفند 379 نفر آزاد شدن. واقعا؟ خدا تو همین بیا بغلم. ای قربونت برم محسن. تو همین چند روز 379 نفر از پشت میلا اومدن بیرون. 379 نفر برگشتن تو خونه زندگیشون. خدا هیچکی پشت میلا نمونه هیچ جای دنیا. مردم نمونه. دمتون گرم. مردم دمتون گرم که دارین کمک میکنین. همه کسایی که تو این کمپین کنار ما بودین کمک کردین، دمتون گرم. بازم بهمون کمک بکنیم. از شماهایی هم که خودتون شاکی بودین دارین تخفیف میدین، از شما هم خیلی خیلی ممنونم. یه دست بلند برای تمامتون. الو محسن جونم. محسن آمار جزئیش هم هست. چی؟ آمار جزئی صبر کن الان میشنوم. بگو. 34 نفر خانم بودن. خب 345 نفر آقا. یک نفر تصادفات رانندگی، 2 نفر حوادث کارگاهی، 6 نفر قتل غیر عمد، 264 نفر مالی، 90 نفر مهریه، 16 نفر نفقه. خدایا شکر. دست بلند.
دست بلند برای آزادی همه زندانیان انشالله. جنبلو جنبو ليلة واي جنبلو جنبو نلعب انا وش تقول عزل بحلو انا وش تقول عزل بحلو قولوا يلا قيمة صنعات يلا عشان قيمة صنعات يلا تانك سيري يلا تانك سيري يلا تانك سيري تاكمة بزيرش امير تانك سيري يلا توبة يلا خالد بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، میخوام دعوت بکنم از مهمونمون. خب ما داریم در مورد دوستی و رفاقت میخوایم حرف بزنیم. باز تو اومدی که پیام داری. چرا سرتو میندازی پایین همینجوری میای تو استودیو؟ کی به تو این اجازه رو میده؟ این چه قیافه؟ یالا موهات چرا اینجوریه؟ من نگفتم پیک موتوری هم. خب پیک موتوری هستی میخوای بیای توی استودیو، حداقل تو آینه خودتو نگاه کن. دویدم برسم. با موتور میدوی تو؟ پنچر شدم. پنچر با موتور میدویدی؟ چیکار کنم؟ با موتور میذاشتی میومدی خودت؟ نشد، نزدیک بودم. گفتم که دیگه این یه تیکه رو چیکار کنم دیگه. مسئولیتی که قبول میکنم به نحو احسن انجام میدم. باز میخوای برای من پیامک بخونی؟ بله دیگه آقا، خودتون گفتین. اصلا این یکی از رای برنامه‌تونه. چیای برنامه‌مونه؟ یکی از چیای برنامه‌مونه؟ بله آقای، ببخشید معذرت میخوام پشتم بشم. ببخشید. صادق راستگو پیام دادن. هم صادق هم راستگوه؟ خیلی دیگه. خیلی خوب. چی گفته؟ از تیلپردسر. از کجا؟ تیلپردسر. آها چیز شماله نه؟ تونه کابون. آره اسمش جالبه. گفتن که شما که بهترین برنامه ورزشی هستین چرا نتایج زنده فوتبال رو اعلام نمی‌کنین؟ ما برنامه زنده ورزشی هستیم؟ بله. مثل که مثل الان گل زده. کی؟ الان چسترفیلد. آره. خب زده به بورنموث. چسترفیلد زده به چند گل کی زده؟
اینو بگم. آره بگو. نمیتونم اینجا پیام بدم، فقط میاد پیام. فقط پیام میاد. آره. برای مهمه چند میشن حالا الان میبینید دیگه. من چی دارم میگم اصلا کی پیام؟ آخه مگه برنامه پیام داده؟ به خاطر اینکه شما فوتبالی هستی. خب فکر کرده که برنامه حالا من چون فوتبالی هم دلیل نمیشه برنامه ورزشی باشه. ما اصلا کجا ما درست مهمون ورزشی هم داشتیم ولی برنامه ما ورزشی نیست آقای صادق. راست گفت. شما یه جوری اجرا کردی که فکر کرده برنامه ورزشی. حالا تو به اجرای من داری گیر میدی؟ نه آقا من تماشاچی‌ها چه حتما یه جوری اجرا کرده که دیده. این من بودم. نه من مردم تایید میگیری؟ مردم بر علیه من میشوروندی؟ تو تماشاگرا رو الان بر علیه من شوروندی؟ من شما رو بر علیه ایشون شوروندم؟ میگه نه. بعدی بخون سریعتر. اجازه بده. محمود کناری. کنار کجا؟ از همین کنار. همسایه‌مونه دیگه محمود کناری. آها همسایه‌مون آقای محمود کناری. بله. خب پیکان سفید داره. خب برف واکنش. خب چراغ عقبه. خب کاپوتش. خب گفته که آرومتر محمود رو صدا بزنید. چرا؟ ما همش داریم از جا میپریم. خب راست میگه. آها ما محمود خودمون رو صدا میکنیم اون تو حیاط خودش میپره. از جاش میپره. راست میگه. همسایه‌داری آقای کناری من معذرت میخوام. من از این بعد محمود آرومتر صدا میکنم. آره. البته یه چیزی هم بگم. آقای محمود کناری کجاست؟ اینجاست؟ نه تو بگو. میفهمه خودش. آقای کناری یه چیزایی هم من شنیدم. تو از خونه اونا شنیدی؟ از خونه یه چیزایی شنیدم. چی شنیدی؟ اجازه چون نمیشه. چی مگه شنیدی؟ یه چیزایی شنیدم. نمیخوام آقا. نمیخوام بگم. آقا نمیخوام. حالا هر چیزی دیگه. چهار دیواری اختیاری هر چی دلشون میخواد میتونم بگم. نه نمیخواد بگی. وایس همونجا حرفتو بزن. آخه خیلی دیگه. نه خب خیلی رو ولش کن اصلا. میگم اگر صدای ما میره آقای کناری صدای شما هم میاد. اینم هست. ما چیزی نشنیدیم. تو شنیدی؟ بله. خب ولش کن اگه شنیدی دیگه. آقای کناری صدای شما هم میاد. صدای ما اگه میاد صدای شما هم میاد. خود از کنارم صداش میاد. آره. خیلی خوب. میخواد هیچی نگه. آخه نمیشه اینجوری. میتی اذیت نکن. نه یه آقای برقی اذیت نکن. یه پیام دیگه هم هست. اجازه بدید. کجا داری میری؟ اجازه بدید. پگاه کیه؟ آقا بگو راستشو بگو. خیال ما رو راحت کن. پگاه کیه؟ بهت گفتم که اگر هم این مسیج یا پیام برات اومد نخون. چیه اصلا؟ چی گفته؟ چیزی نگفته. همین خالی؟ یه چیز داده. یه استیکر فرستاده. استیکر یه چی؟ میمون اینجوری کرده. واقعا متاسفم. زشته. حالا یه پیامای دیگه هم داره میاد. حالا چی؟ حالا میخواید تو جمع نگم. بگو. چه پیامی داره میاد؟ پیام همسرتونه. چی فرستاده؟ مثل اینکه باید شب بمونید همینجا. برو بیرون. کجا برم بیرون؟ برو بیرون. برو بیرون مهدی برقی. برو بیرون. بله میخوام دیگه دعوت بکنم از مهمونمون که تشریف بیارن پیش ما تا با هم دیگه گفتگو رو شروع بکنیم. مهمون ما یک بازیگر خانم جوان هستن که یک مادر درجه یک و یک رفیق درجه یک هم هستن. میخوام دعوت بکنم با افتخار از سرکار خانم حدیث میرامینی. بفرمایید. خیلی متشکرم.
خانم میرامینی خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. سلام 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 خدمت همگی. ببخشید که من پشتم به شما سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که مهمان شما هستم. منم همینطور. ممنونم از دعوتتون. چه حال و هوای باحالی هم داره این تو. خیلی متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستین و قراره که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم در مورد رفیق و رفاقت و اینجور چیزا. چقدر مهمه. مهمه؟ خیلی. رفیق اصلا یه واژه خیلی منحصر به فرد به نظر من آقای کیایی. با دوستی خیلی فرق میکنه. مثلا ایشون دوستمه، ایشون رفیقمه. چند تا رفیق دارین؟ دارم انگشت شمار. خیلی کم ولی دارم. یعنی الان در این مرحله از زندگی و در این سن و سال دیگه تقریبا هر آن کسی که اطرافم هست واقعا رفیقه. اول دوست بوده که تبدیل به رفیق شده. پس برای شما مرحله بندی داره. دوست بله، یک جایگاه دیگه داره، رفیق یه جایگاه دیگه داره. پس رفیق هم الان دارین؟ بله بله. آیا میشه از اعضای خانواده رفیق داشت؟ حتما. حتما. منتها اعضای خانواده میشه باهاشون جنس رفاقتی داشت به نظر من که یه ذره به مراقبت نیاز داره. رفاقتیه که اتفاقا به خاطر اون رفاقته تو درگیر یک معرفتی میشی. مثلا رفاقت من با پدرم، من در این راه رفاقت درگیر یک معرفتی هم که میدونم این یه جوری داره تو رفاقت از من مراقبت میکنه که اصلا من موظفم توی رفاقت همین مرامو خرج کنم. همون جوری که اون داره از من مراقبت میکنه که خشی اصلا به من نیفته، من مراقب قلب این آدم باشم، دل این آدم باشم. یک اعتمادی به وجود میاد که تو دیگه اصلا ثانیه‌ای شک نمی‌کنی به حرف و به اون جنس مراقبت و راهنمایی. یعنی منظورم اینه که همون قدری که با رفیقای همسن سال خودتون رفیق هستین، همون اندازه راحت هستین، همون اندازه هم با بابا راحت هستین. همون اندازه که با رفیقام راحت هستم از جنس خودش ممکنه جهانش متفاوت باشه، اما رفاقتی که امنیتش، رفاقتی که امنترین ها باشه پدره. یعنی من ممکنه یک جایی در زندگیم بگم رفیقمه، ولی ته ذهنم یه اینقدی بذارم بگم حالا شاید این رفاقته یه جایی، ولی اون تو رابطه با پدر و خانواده اصلا اون شکه نیست. اون رفاقت میدونین کجاست؟ اونجایی که تو خوردی به دیوار ولی بازم میگی رفیق دارم. بله. آره. توی دوران کودکی اولین رفیقتون یادتونه؟ من یه دوستی داشتم، برادرم بزرگتر از منه، ادای من در میاره. 2 تا خواهر بودن، همسایه ما بودن، دوستهای من بودن. در اون سنین مثلا 5 سالگی 4 سالگی 2 تا خواهر دوقلو بودن به نام مهرنوش و مهسا. من میرفتم با اینا بازی کنم، گویا این مدلی صداشون میکردم که مهرنوش مهسا. این آواه هنوز کلیشه است، برادر من ادای من در میاره. و من کلا آدم دوست رفیق بازی هستم. دایره دوستام خیلی زیاد هستن. درسته. پس اونا اولین دوستاتون بودن؟ بله فکر میکنم. مفهوم رفاقت یا دوستی تو بچگی چه تفاوتی داره با الان که بزرگ شدید؟ دوستی یه شکل دیگه تعریف میشه. کم کم که بزرگ میشی متوجه میشه که نه، اینا مرحله بندی داره. خیلی راحت‌تر هم میبخشیم تو دوستی تو کودکی، درسته؟ اون موقع میبخشیم، باعث میشه که تأثیرشو بذاره توی سختگیری‌های بزرگسالی به نظرم. پس دوستی ها تو دوره کودکی خیلی راحت‌تره. بعد خوش شانس باشین دیگه، تو کودکی دوست خوب گیر بیارین، دوست راحتی میشین، راحت دوست میشین. تو کودکی اگر دوستی از جنس نارفیقی پیدا کنی سختگیر میشی به نظرم. من فکر می‌کنم مثلا تو کودکی نمیشه اینجوری بهش نگاه کرد. چرا؟ با جهان خودش میشه. با جهان خودش، با جهان بچگی خودش. اینکه تو 10 دقیقه دوستی داری بازی میکنی، بعد با عشق و نهایت عاطفه و اینا یه شکلاتی اصلا رد و بدل شده، بعد سر اینکه من دستم میخوره خیلی غیر تعمدی لیوان تو میفته، میگه شکلات منو پس بده. تو اون زمان میدونی الان خنده داره، تو اون زمان انگار که تو احساس میکنی حالا این دسته باید بره اون تو، یه چیزی که از ته دل نبوده به تو داده شده که تو به اشتباه برداشت دادین بوده که مال توه، در صورتی که اون تفکره اون نبوده. یه چیزی در بچگی تو میشکنه که اون بچگی رو تبدیل به بزرگی میکنه دیگه، متاسفانه. برنا چند سالشه الان؟ 4 سال 8 ماه. برنا پسر خانم میرم، یه دست براش بزنیم. پسر قند عسل هم هست. قند عسل. خیلی شیرین. بله. خب الان برنا دوست داره و
اگر بخوای باش راجع به دوست صحبت کنی، میخوای دوست رو براش تعریف کنی، چه جوری باش صحبت میکنی؟ بچه‌های این دور زمانه ماشاءالله خیلی عجیبن، خیلی جهان خودشون رو دارن. من سعی میکنم فقط هدایتش کنم، چیزی رو براش تعریف نمیکنم. تمام چیزی که میدونم و فکر میکنم درسته، شاید همراهشم خیلی وقتا سرچ کنیم با هم دیگه. یعنی مثلا به من میگه مامان فلان چیز چیه، میگم من اینقدرش رو اطلاع دارم، میخوای بیشتر راجبش بدونیم بیا بریم سرچ کنیم. و مثلا یه بازی و مأموریتی میشه بین ما. دوست داره برنا به شدت هم پسریه که خیلی روابط عمومی عجیب غریبی داره. سنم خیلی براش مطرح نیست، با مزه اینجاست. یعنی با شما میتونه دوست باشه، با من میتونه دوست باشه، با بچه همسن خودش هم میتونه دوست باشه. و خیلی هم دوست داره. و بچهای الان هم که هم حقشون رو بلدن بگیرن، هم بلدن جنس دوستیشون رو تعریف کنن. دوست خیالی داره؟ بله. همه بچه‌ها دارن دوست همه خیالی؟ دارن، بله. آره. اگر که بیاد به شما بگه که مامان من دوستم یه چیزی به من گفته، خب گفته به مامانت نگو، ولی من میخوام الان اینو به تو بگم، چجوری اون لحظه باش برخورد میکنی؟ میگم خب میدونی که برنا اصلا همچین چیزی وجود نداره، آدم همه چیزشو به مامانش میگه، چون مامان اولین دوست آدمه. با هم دیگه مشورت میکنیم ببینیم چه اتفاقیه. بگو که منم بتونم مثل تو راجبش فکر کنم، منم مثل تو بتونم آگاهی داشته باشم، به اندازه تو بتونم در جریان باشم. پس رازداری چی میشه؟ راز تا یک سنی با مادر وجود نداره برای مراقبت از خودش. این اون جنس رفاقت هست. درست. و از یه سنی به بعد یادگیری رازداریه. چجوری این موضوع رو با هم دیگه، خب سر کار میری، همکاری، من میدونم که تایم کاری و زمان کاری ما نامحدود و عجیب و غریب و به هم ریخته و روز و شب نداره و این یکم اذیت کننده است. چجوری رفاقتتو با برنا همچنان حفظ میکنی که اذیت نشه؟ من یه ذره مامان نظام قدیمم، بچه زیر بغل همه جا ببر. به خدا تئاتر شهر اینا در باز میکنم، مثلا تمرین میکنم برنا ماما من پلاتو 2 اینجوری داره بزرگ میشه برنا. یه ذره آره تو محیط و اینا کامل در. ولی سر فیلم برداری که سخته بردنش دیگه. چرا؟ روزایی که یه دونه سکانس افیش باشم، اگر خودش تمایل داشته باشه، شبکاری نباشه، خارجی نباشه، عمو محسنی وجود داشته باشه، عمو مهدی، عمو علی، خاله لاله، اینا که باهاشون دوستی داره، میاد و سرگرمه. آره منم روزو سر فیلم برداری اینا میبرم و اصلا دیگه نمیدونم کجا. بله با همین خاله عموها داره بازی میکنه. بله بچهای ما اینجوری بزرگ گرفتار اونا میشن. خود شما از این رفیقایی هستی که ساعت 2 نصف شب دوستت زنگ بزنه بگه که پاشو بیا و نپرسی که اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ تا قبل از برنا 100% اینجوری بودم. الان یه ذره شرایطم سخت‌تر شده، دوستام این کارو نمیکنن. یعنی مثلا یه وقتی از عادت داری که میزنی زیر بغل ساعت 3 نصف شب میبری. دیگه خواب گناه داره میدونی. ولی چیز میگم اونا بیان. یعنی شده که الان دیگه من نمیرم، ولی زنگ میزنن ساعت 3 مثلا الو، میگم فقط بیا، هیچ سوالی نکن، بیا من خونم. آره چه خوبه آدم یه رفیق و دوست این شکلی داشته باشه دیگه. نه که هر موقعی، هر زمانی، هر لحظه. منم خیلی دوستای خوبی دارم که اونا برای من همین کارو میکنن. آره رفیق. عجیب ترین و خنده‌دارترین رفتاری که دوستتون باهاتون انجام داده چی بوده؟ یه بار الان یه رفیقی میاد اینجا میشینه، تمام رفتاراش عجیبه با من، رفیقم هم هست. آره یه خاطره تعریف کنم خودم از رفیقم. بله. من 2-3 تا رفیق خیلی خیلی عجیب و غریب دارم که توی ایرانشهر اجرای تئاتر داشتم و داشتم تئاتر اجرا می‌کردم. بعد از اجرا اومدم، تولدم بود، شب تولدم بود. اومدم بیرون و رفتم که سوار ماشینم شم که برم تو پارکینگ جلوی چیز هستش ایرانشهر. رفتم دیدم ماشینم نیست. اوه. گشتم این ور اون ور، ماشین نیست، دزدیدن. زنگ زدم 110 که بیان برای اینکه ماشین من دزدیده شد. حالا شب تولد انقدرم حالم گرفته، تکیه دادم به دیوار، اونجا منتظر 110 بودم. بعد یه دفعه دیدم که دوستای عزیزتر از جانم با کیک و اینا از پشت شمشادا پریدن بیرون، با کمک خانومم ماشین رو دزدیده بودن، بردن گذاشتن کوچه بالایی که منو مثلا اینجوری بتونن شگفتانه بکنن، همون سورپرایز کنن. بله. هیچ وقت فراموش نمیکنم. از این دوستا اگر دارید قدرشون رو بدونید، چون باحالن و اتفاقای باحالی برادم رقم میزنن. یه ذره ترسناک کارایی که میکنن، ولی خب اینم قشنگه. آره قشنگه. همه این حرفا رو هم زدیم که دعوت بکنیم از دوست خانم میرامینی که تشریف بیارن اینجا روی صحنه کنار ما باشن، با هم دیگه گفتگو کنیم. میشه خودتون
دعوتش بکنید بیاد؟ بله، ایشون معتقدن که من یه ذره دیلی دارم تو گرفتن بعضی از مسائلی که باید با چشم و ابرو اینا تو سری رو هوا بگیری. یه جمله کلیشه‌ای دارن مدام به من میگن آخ حدیث، آخ حدیث، آخ بیا الهام، الهام، آخ بیا. خانم الهام شعبانی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خانم شعبانی با این لباسی که پوشیدن تو این استیج ما استتار میشن. من گفتم یکم نزدیک باشم به این. سلام، خوبی؟ حالا شما چطوره؟ مرسی. سلام علیک بکنین لطفا. سلام، خسته نباشید. میگم به همه خیلی خوشحالم اینجام کنار شما، کنار حدیث عزیز. بله، حالا شاید خیلی‌ها ندونن که ما سال 79 بله سال 78-79 با هم دیگه تئاتر کار کردیم. من و خانم شعبانی در کرج با هم دیگه تئاتر کار می‌کردیم و اینجوریه الان ما دیگه. خانم شعبانی حال شما چطوره؟ چه خبر؟ سلامتی. چی کار می‌کنین؟ همین گوشه کنارا هستم و چیکار نمی‌کنید الهام؟ الهام دیدیم 24 ساعته 48 ساعته. هستم تئاتر کار میکنم، چند تا کار تصویر داشتم و همینجور هستم دیگه. بله، خانم شعبانی هم تئاتر و کار تصویر بازی میکنن، هم طراح لباس هستن، هم کارگردانی تئاتر میکنن، هم بچه ما رو نگه میدارن، هم بچه هم غذا درست میکنن، شکم ماها رو سیر میکنن. بله، اینم از نوع رفاقتی که خانم شعبانی دارن. و این که الان داشتیم میگفتین که با چش و ابرو باید به هم توی یه جمع دوستا و رفیقایی که خیلی با هم صمیمی هستن، قشنگ من خودم هم دارم. آره. این که نگاه میکنن یعنی همه چیزو تو میفهمی. شما دیر میگیرین اینو. من حدیث اصلا نمیگیره. اصلا حدیث نمیگیره. آتیش هم بگیری حدیث متوجه در این حد نمیشه. که مثلا اگر یه دفعه من خیلی اتفاقی خودم رو در یک جریانی که اونم در جریان نیستم مثلا فقط اشاره ای نکنم، نه اینکه چیزی بتونم پوشش بدم، زنگ میزنن تشکر میکنن. من خیلی راستگوام به خدا، خیلی راست میگم دیگه، افتضاحم. توی یه جمع منم دارم از این دوستا، توی یه جمع نشستیم این که الان میخوام یه چیزی در مورد اون پشتیه بهت بگم، نگاه نکنی برمیگرده سریع نگاه همینه. اصلا برمیگرده که هیچ آقای کیایی مثلا نشستیم من و مهسا و حدیث داریم حرف میزنیم، داریم یه کارگردانیه، ما داریم کار میکنیم، نمیخوایم حالا کارگردان یه سری چیزا رو متوجه شه. نشستیم داریم حرف میزنیم، میگم آره اینجوریه این کارو میکنیم و اینا. میگه خب بگیم دیگه. حدیث چی رو بگیم؟ اصلا ما داریم چک میکنیم با خودمون، اصلا نمیخواد الان اون بفهمه. ما سر وقت بهش میگیم. این وقت رو من نمیدونم یعنی چی. میگم خب الان دیگه آخه وقتم بهش میگیم متوجه نمیشه. بگیم دیگه، بگیم تموم شه بره. اگه بخواید تو 2-3 تا کلمه خانم میرامینی رو تعریف بکنی چی میگی؟ 3 تا کلمه. خیلی مهربونه. الان شد خیلی مهربونه، شد 2 تا خودش. بعد دیگه مهربون. 3 تا کلمه. آی بابا سختش کردی. مهربون، خوشقلب. جفتش یکیه تقریبا. بابا خیلی خوبه. خب خیلی خوب. اینم هم خیلی مهربونه، خوبه. ببین مهربونه، خوبه، خوشقلبه، اینا همش یکیه. خیلی خودگذشتگی داره. اینم از خودگذشتگی داره. نزدیک مهربونیه خیلی. دیگه خب چی بگم، خیلی بخشنده است. اینم شبیه همونه. بخشنده. دارم به مقامای خیلی بالایی میرسم. خیلی بی سیاسته. خیلی من راست میگه به خدا خیلی بی سیاسته. خیلی. یه وقتایی منی که همه به من میگن بی سیاستی، هم من بی سیاست تره. یعنی جای دیگه من میگم خب من خیلی عاقل ترم. خیلی عاقلم من که دوستم اینه. خب الان تو 3 تا کلمه بخوای خانم شعبانی رو بگی. مادر الهام با اینکه ازدواج نکرده و بچه نداره، اصلا مادره. خیلی دختر تلاش کرده. اینو من قبول دارم. خیلی تلاش اینو من قبول دارم.
برای این دست چیزی به که خیر داره. دست به خیر داره. خیلی دستش به خیره، خیره. اصلا خیر بودن فقط به داشتن یه خیره بزرگ نیست. اینکه من بتونم یه قطره آبو که احساس میکنم تو الان نیاز داری و از دستم برمیاد همین الان بتونم انجام بدم و در لحظه مغزم بتونه مدیریت کنه که این الان میتونه قسمت کی باشه و چه تاثیر مثبتی در زندگی کی داشته باشه، اون کارو انجام بدم خیلی مهمه. اینو قلبم میگم، اینو داره الهام. الان متوجه شدین؟ الان 3 تا گفت که 3 تا چیز متفاوت با هم دیگه. آخه یه سری چیزا در مورد حدیث هست که نمیتونم بگم. ولش کن. خوبیای جذابی داره ولی ولش کنیم مثلا. از نظر شما طول رفاقت مهمه یا عرض رفاقت؟ کاش که هر دو با هم و هر چقدر که به نظر من، یعنی برای من این شکلیه که در مسیر کوتاه‌تر اون عمق ثابت شده تر باشه، اعتماد به وجود بیاد و بعد طی کنیم بقیه مسیر رو، برای اون در واقع کیفیت کمیت طیشه. نظر شما چیه؟ من با نظر حدیث موافقم، ولی بعضی وقتا یه اتفاقایی میفته آقای کیایی، طول رفاقتت زیاده ولی وقتی هر چقدر میری جلوتر اون طوله انگار کمتر میشه، یعنی انگار تو واقعا اون آدمه رو نشناختی و در تمام این سالهایی که براش رفاقت کردی یه جایی میفهمی که اصلا فقط تو رفاقت کردی، اون رفاقت نکرده و فقط همیشه از تو به عنوان یک پله استفاده کرده یا مثلا خواسته یک سوء استفاده کنه. بعدها اینو متوجه میشی. برای من این اتفاق بارها میفته، ولی من باز اگر برگردم در پله اول باز همون کارها رو میکنم. خب چون شخصیت شما این شکلیه دیگه، شخصیت این مدلیه که با آدم‌ها رفاقت میکنی. ولی حرفی که خانم میرامینی زد این بود که ما در همون ابتدای ماجرا بتونیم عمق رفاقتمون رو زیاد بکنیم که این طول با کیفیت تری باشه. آره دیگه. ولی خب شما از اول شاید فکر کنی عمق رفاقتت با من زیاد، ولی در طول زمان میبینی من یک رفتاری از خودم نشون میدم که خط قرمزای شما خاطره که سختگیرتر میشی دیگه. هر چی سن میره بالاتر تو سختگیرتر میشی، تعداد رفیقات محدودتر میشن چون دیگه نمیتونی اعتماد کنی. به نظر من رفیق کسیه که اگر حدیث به یه جایی میرسه من باید از ته دل ذوق کنم، اگر ناراحته من از ته دلم باید ناراحت بشم، یعنی من باید تمام تلاشمو براش بکنم که هم خوشحال باشه هم ناراحت، یعنی از ناراحتی درش بیارم. خوشحال باشم ناراحتش کنم. ولی میخوام بگم رفاقت خیلی عجیبه، یعنی هر چقدر بیشتر بهش فکر میکنی بعضی وقتا من یه جایی به این میرسم که شاید من دارم اشتباه رفتار میکنم، شاید من رفاقت بلد نیستم، نمیدونم، شاید منه. ولی چیزی که گفت درسته ها، من خودم اینو دارم، از وقتی هم مادر شدم این برای رفیقام هست، یه جاهایی ناراحتشون میکنم ولی به نفع خودشونه، یعنی یک مادرانگیه که دیگه برام مهم نیست که حتما منو دوست داشته باشه، مهم اینه که من دوستش دارم، من دارم ازش مراقبت میکنم. حالا با این زبون من متوجه نمیشه، راهنم نیاز داره که با این تشره بره. درسته. چند ساله با هم رفیقین؟ من سالها، یعنی حدیث رو میشناختم سال 99,400 میخواستم اولین کار کارگردانیمو تئاترمو کارگردانی کنم، بازی دیده بودم مثلا 401. بعد توی مثلا مهمونی و مراسم و اینا میدیدمش، زنگ زدم بهش، یه متنی داشتم براش فرستادم، گفتم برای من بازی میکنی؟ گفت آره. متن رو خوند و گفت آره. اومد و جلسه گذاشتیم و ما رفاقتمون از اون سال خیلی صمیمی. یعنی 3 ساله با هم رفیقیم. بله. ولی جلسه دوم تمرین منو کشید کنار، گفت ببین یه سری چیزا رو نباید گفت. از اینجا شکل بعد خیلی جالبه که حدیث برای همون کاری که من کارگردانی کردم کاندید شد و خیلی نقش متفاوتی بازی کرد و ما رفاقتمون خیلی صمیمی شد. و یه روز سر تمرین ما یه ژنرال گرفتیم، بازش نکنیم. نه ژنرال گرفتیم، گفتم که بچه‌ها الان امروز از اول تا آخر گرفتیم کارو، هر کی هر نظری داره بگه که ما درستش کنیم و اینا. دفترچه‌شو برداشت گفت من اول بگم. خیلی هم شاگرد زرنگم. بعد گفتم که آره حدیث جان بگو. بعد گفت به نظر من اون باید اینجوری بازی کنه. گفتم حدیث یه دقیقه وایسا، اینجا تئاتره. خب تو این برج مگه نیست؟ نه عشقم تو در مورد خودت به من بگو، در مورد کار به نظر من این تو رفاقت غلطه به نظر. آره ولی خب داشت نظرش کلی در مورد همه چی میگفت. برای اینکه یه مسئله هست من اصلا اینو متوجه نمیشم، ما تئاتریا، ما سینمایی‌ها، ما تلویزیونیا، ما همه داریم توی یه وادی کار میکنیم، ما همسنفیم، همه داریم اگر تئاتر کار میکنیم بازیگرهایی نیستیم، ما اومدیم یه کار درست کنیم.
ما همه داریم یک کار انجام برای خوبی اون کار، برای خروجی درست اون کار. اصلا نباید سیستم دفاعی وجود داشته باشه من فلانیم تو حق نداری به من این حرفو بزنی. ما باید بشنویم، ببینیم، اجازه بدیم به هم دیگه تجربه کنیم. در جامعه ما و اصلا در کاری که ما داریم انجام میدیم، چه در کار ما چه در کارهای دیگه، فقط کافی تو رک باشی. طرف مقابل دستت ناراحت میشه. ببین من بارها شده رک حرفمو زدم، نظرمو گفتم، از دست من ناراحت شد. همین حرفی که حدیث میگه، به خاطر همین باعث میشه تو هی دست به عصا را بری و این باعث میشه که تو هی بگی بگم نگم. این اشتباه. حالا اینو میاریم تو رفاقت. شما یه ذره گسترده‌تر داری بهش نگاه می‌کنیم. تو رفاقت چقدر با هم دیگه رکی؟ من میگم. میدونین چرا؟ چون از یه جایی باید شروع شه. از یه جایی این فرهنگ غلط رو در بایستی که مثلا نمیدونم چی هست، اصلا دوستش ندارم. این فرهنگ غلطی که ما الکی به همدیگه مجیز بگیم برای پذیرفتن همدیگه، از یه جایی ما باید بریم به سمت دقیقاً صادق بودن. و اولین نفرات رو نیاز داره. یعنی اینجوری نیست که من بگم خب اگه من بگم شاید من بعدشم پس منم نگم، هی اجازه بدم زمان این رو قطورتر کنه، هی اینو میدونین محکمتر کنه. من حاضرم پیشرو باشم، از دست من ناراحت بشه، ولی یه جایی جلوی فرهنگ غلط وایسم. البته یه چیزی هم بگم، یه مرز خیلی خیلی باریکی بین رک بودن و بی‌احترامی بودن. بله. خیلی باریکم، خیلی باریکه. آره خیلی باریکه. یعنی اینکه خیلی باید مراقب بود که به سمت صادق بودن قش بکنه، نه اینکه به سمت بی‌احترامی. به خاطر همینه که دوست یک مرحله است، رفیق یک مرحله. دقیقاً. من با دوستم یه چیزی میتونم بگم، با رفیقم اونجا یه چیزی بی احترامی، دیگه کلمه بی احترامی تلقی میشه که تو رفاقت نمیشه، اصلا نباید. یه چیزی وجود داره. من حدیث میرامینی رو با این اخلاقهایی که هست، با این نگاهش، با این دیدش، با این مادر بودنش، با این طرز فکرش، اینو دوست داره اونو دوست نداره، با همین دوستش دارم. یعنی با این فاکتورها دوستش دارم. پس من انتخاب کردم که با این فاکتورها، شاید حدیث یا حتی من یه سری اخلاق داشته باشیم که اصلا دوستش نداریم، ولی به خاطر رفاقت و اینکه من میبینم اگر من یک رفتار حدیث رو دوست ندارم، خب لطمه هم به من نمیزنه، ولی تصمیم میگیرم اگر ناراحت بشم، اگر چیزی در دلم بمونه، همون لحظه بگم، نمیذارم بمونه. به خاطر اینکه من میگم هر چقدر جمع شه تبدیل میشه به یک عقده. اصلا خودمو میگم تبدیل میشه به یک عقده که یه دفعه یه جایی شاید دعوای عجیبی بشه. خب وقتی من ناراحتم بگم، وقتی میتونم گفتمان کنم، حرف بزنم، شاید اصلا برای من سوء تفاهم پیش اومده. بله. اصلا حدیث منظورش این نبوده. بله. یعنی این اتفاق باعث میشه که خیلی راحت رفاقت‌ها بره جلو و تو وقتی از رفیقت هیچ انتظاری نداری و هیچ توقعی نداری، این رفاقت تا آخرش میره. آخرین پیام SMS یا پیامکی که به هم دیگه دادین قابل خوندنه؟ دارم میام، راه افتادیم داریم میای. بیای پایین همین چیزا، چون دیگه بقیه‌اش نمیشه خوند. آخه یه چیز دیگه هم هست، من غیر از اینکه دیر میگیرم، دیر جوابم میدم، دیر گوشی رو حدیث مثلا 10 بار بهش زنگ میزنی، گوشی چون دست برناست یا داره بازی میکنه یا داره یه سری اصولا قراردادای یا حدیث و برنا میبنده، تلفن‌ها رو جواب میده. بعد مثلا 10 تا زنگ مثلا تو 8می حدیث رو میتونیم پیدا کنیم، من و مهسا اصولا. مثلا اگه مهسا پیدا کنه پیغام منو میرسونه، یا مثلا من پیدا کنم پیغام مهسا رو میرسونم. ولی خب SMS زیاد خیلی از این تماسا داریم که میگیرمت، یادم میره مثلا. آره، چون میدونم اگه کار واجب داشته باشن SMS میدن که بگیر. آها. میگیرم. همین که SMS رو میبینه خودش جاش کاملا مشخصه که چی میخواد بگه. یه باوری وجود داره، میگن آقایون که با هم دیگه دوست و رفیقن، شما هم تایید میکنین یا نه؟ میگن آقایون خیلی سریع همدیگه رو میبخشن، ولی خانوما طول میکشه تا بتونن که برگردن. بله به نظر من بله، یک دلیل علمی براش دارم. میگن جنین دختر وقتی در شکم مادرش هست، با کامل شدن دو لوپ چپ و راست دنیا میاد. جنین پسر وقتی دنیا میاد، من خودم پسر دارم، لوپ راست داره، چپش تو 1 سال اول زندگی تشکیل میشه. بای دیفالت آقایون یه پاشون رو زمین نیست، بنابراین ساده‌گیرترن، آسونگیرترن، به همدیگه در جهان همدیگه به نظر من کم آسیبترن. خانوما خیلی آگاهن، میدونین اونقدر که من قبول میکنم ممکنه خطای آقایون گاهی از روی ناآگاهی باشه، نمیتونم باور کنم خطای خانوما از روی ناآگاهی به اون میزان. یه جوری گفتن که هم بهمون بر نخوره،
هم خیلی خوب گفته باشن و خانوما هم یه پله چیز کردن. یه خیلی خوب با سیاست گفتین. یه سری بعد میگه من سیاست ندارم. خیلی خوب گفت خانم شعبانی. البته اینکه شما البته اینکه شما سیاست نداری، من چون با شما کار کردم میدونم که شما که اصلا سیاست من که اصلا سیاست نه به خدا این ربطی نداشت. من دانش داشتم ولی سیاست نبودیم. فکت علمی بود. دانش داشتم. نه اینکه همین دانش چجوری انتقال بدین خیلی مهمه. اینو من میدونم چجوری. اون بخاطر بازی درمانی با برنا که یه جوری مراقبت میکنه همش ورنه. الان منو برنا دیدین همینجوری یه جوری برام تعریف کرد که شما دختر دارین درسته؟ بله. واقعا از وقتی دختر دار شدین نگاهتون به همه خانم‌ها یه شکل دیگه نشده. اصلا کلا نگاه آدم وقتی پدر میشه یا مادر میشه کلا جهانش نوع نگاهش به همه چیز و همه اتفاقات فرق میکنه. خیلی متشکرم. میخوام یه سری سوال بپرسم. اول قبل از اینکه شما جواب بدین مردم جواب میدن. میخوام ببینیم اونا چی میگن در مورد شما، بعد نظر شما رو میپرسیم. حدیث. خانوم شعبانی موقع فیلم دیدن چیپس و پفک به مقدار زیاد میخورد. سبز بیشتر. بیشترش سبزه. بابا خانم میرامینی گفت سبز رو نشون بدیم. نه. چرا ناراحت میشین؟ مردم فکر میکنن شما چیپس و پفک میخورین. آخه کلا در زندگیش نمیخوره. از این لجش گرفته. آره. لجم از خب بیاریم پایین دیگه. اشتباه بود جوابتون تقریبا. اونایی که گفتن قرمزشون دادن درست بود. خانوم میرامینی باید بعد از ناهار مسواک بزند. تقریبا 90-80% گفتن بله. به خدا تقریبا همراه باشه میزنم. جاش باشه میزنم. بودو الان گیریمت رو توشه. بعد ناهارم مسواک میزنی؟ اگه داشته باشم. اگه داشته باشم نه آخه اگه داشته باشم چیه؟ ما داریم میپرسیم که یکی هستش که میبینید داره همیشه مسواکشو داره میزنه. اگه داشته باشم نه میزنین. آره نه هر جور دوست دارین. نختندونش که همیشه آره هست. همیشه نختندون داره. خیلی خوب. خانوم شعبانی تنها سفر رفتن را دوست ندارد. بیشتریا گفتن دوست نداره. نظرتون چیه؟ دوست دارم با جمع برم. اصلا این سفره چی بهش میگن؟ سفره داره. سفره داره. آره. تنهایی قلبم میگیره. بله دیگه این خصیصه اون منطقه‌ای که شما توش به دنیا اومدین. ما رشتی هستیم. بله دیگه بله. دست بزنیم برای رشتی‌ها. برای گیلانیا. خب سال بعدی. خانوم میرامینی در کودکی الگوی بقیه بچه‌ها بوده. این وریا همه میگن نه، اون وریا هم بیشتر گفتن نه. این شناخت از شخصیت شما دارم. خیلی متشکرم. بیشتر گفتن نه. من اون بچه بودم که همه میگفتن از حدیث یاد بگیر. همونایی بودی که ما به خاطرش کتک سر ما میگفتن اونا ببین چقدر خوب درس میخونه. آفرین. شما اون بودین. اصلا اونی که همه مثلا به دوستم میگفتم یه یارو اومده مثلا من تو 4 سالگی میگفتم یارو یعنی چی؟ بفهمید آقا اصلا الکی شیرین عسل بی خوده ها. خانوم شعبانی قبلا عادت داشتن صبحونه کته با کباب بخورن. همه سبز. 90% گفتن سبز. آره خب بچه بودم وقتی میرفتیم شمال مامانم ما رو میذاشت شمال میرفتن اونا میرفتن سر زمینای برنج که بهش میگن بیجار. اونا صبحانه برنج کته با پنیر و باقالی و اشبل میخوردن. من یادم مادر بزرگم خدا بیامرز اینو برامون میگرفت با برنج تو مشتش و برامون میذاشت با بچگی با ما دوست نبودی؟ نه میخوردم و خیلی دوست دارم و هنوزم بعضی وقتا که میریم شمال دلم میخواد این گرسنم شد. گرسنم شد. خانوم میرامینی سر کار دلش برای برنا تنگ میشه و بغض میکنه. تقریبا همه گفتن بله. بله. من مامان لوسیه. اشک میریزه به پهنای صورت ها. رفته بود مسافرت برنا سر اجرا بودیم یه قبل اجرا که همه حس میگیرن دیدم این گریه میکنه. فکر کردم رفته تو نقشش. گفتم حدیث چیه؟ دلم برای برنا تنگ شد. گفتم امشب میبینیش. خب خانوم شعبانی روی لباساش حساسه و به هیچ کس قرض نمیده. بیشتریا گفتن حساسی و قرض نمیده. من اجازه دارم جوابشو بدم به جای خود الهام بعد خودت جواب. ما رفیقاش کاری نداریم که قرض میده یا نه. ما میپوشیم میایم.
حالا دیگه میریم خودت ور تصمیم می‌داریم. بگیر. نه من حساس نیستم. اصولا لباسامو به هر کی که دلش بخواد میدم و ازش استفاده کنه. هیچ مشکلی ندارم. باش بریم یه بخش از برنامه رو ببینیم، برگردیم برای بخش دوم گفتگومون. چشمی برگشتیم به استودیو و میخوایم گفتگومون رو ادامه بدیم، ولی قبلش میخوام یه چیزی بگم. نزدیک به عید داریم میشیم. یه پویشی راه افتاده، پویش نه به تصادف، که خیلی پویش خوبیه. خواهش میکنم واقعاً در رانندگی دقت کنیم. خانواده ها منتظرن تو خونه، شما دارین میرین مسافرت، بچه ها منتظرن تو خونه، بچه تو ماشینه. خواهش میکنم اینکه 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه، نیم ساعت زودتر برسین اصلاً ارزش نداره که یه اتفاق بد براتون بیفته. تعداد آمار تصادف‌های ما هر سال در شب عید و سال نو که شروع میشه همیشه زیاده. خواهش میکنم ازتون اینو اصلا اینو میگم فقط یک لحظه، اون لحظه که پاتون رو گذاشتین رو گاز ماشین و دارین با سرعت میرین و دارین ویراژ میدین توی این جاده هایی که داره به جاهای خوش آب و هوا منتهی میشه، خواهش میکنم فقط به این فکر کنید که اگر یه تصادف اتفاق بیفته و شما اتفاقی براتون بیفته، برای خانوادهتون چه اتفاقی میفته، برای فامیلاتون، برای پدرتون، برای مادرتون، برای بچه‌هاتون. ماشین روبروی اونم خانواده داره. خواهش میکنم مراقب باشید. دیگه نمیدونم چه جوری باید بگم. میخوام همین الان یه وایس پخش کنیم. ما حدیث خیلی دوست دارم. خوشحالم که میریم بالونیا شهر بازی کنار هم میمونیم، میریم دانشگاه شریف کلاس بارانا. آخ مادر خیلی ممنون و خیلی دوست دارم. ای خدا دورت بگردم. دیدیم همکاری میکنه کامل واقعا. آره جاهایی که میرم همه رو گفته. شهر بازی میریم، دانشگاه میریم، همه رو گفت. قشنگ معلومه همه جا میبره بچه رو. خیلی عالیه. چه کار عالی و چه کار خوبیه. بچه یواش یواش تو جمع بزرگ میشه و اتفاق خوب براش میفته. وقتی که با هم دیگه قهر میکنین، اولین نفری که پیش قدم میشه برای اینکه با هم دیگه آشتی کنین کیه؟ بین ما دوتا ما جرئت نداریم بخوام شبون قهر کنیم. مثلا چه حرفی میذارین؟ نفرمایید. حالا کلا ناراحت بشین از دستم. به قرآن اگه ناراحت بشه. اصلا یعنی نه ناراحت میشین نه قهر میکنین. من واقعا انقدر بد اخلاق نیستم. من که نمیزنم. نه من اصلا تو نمیزنی. 60 شب ما یه اجرای تئاتر داشتیم. خب فدات شم. اجرای تئاتر داشتیم که یه صحنه‌ای بود که حالا توی نقشش الهام باید کتک میزد. بچه هر شب میومد به من میگفت، لحظه‌ای که داشت وسط اجرا منو میزد تو چشماش یه ببخشیده اینجوری بود و من هر شب بهش میگفتم الهام اگه نزنی در نمی، تو باید منو کتک بزنی. اینقدر هر کی اومد دید به این بچه من گیر داد که چرا میزنی هم ازش میخواستم بابا من خودم میخواستم به عنوان پارتنرش که واقعی در بیاد درست بزنه. نه تو اصلا که ترسناک و بد اخلاق نیستی، خیلی مهربونی عزیز دلم. بلد این حال همدیگر خوب کنین؟ الهام که به کرات عزیز دل میتونین حال همدیگر خوب بکنین. چقدر خوب. اینکه دو تا رفیق بتونن حال هم دیگر خوب بکنن بهترین نعمته واقعا. اینکه تو یه جای امنی داشته باشی وقتی یه مشکلی داری بری پیش یه نفر، اون آدم امنه، بری پیشش باهاش حرف بزنی، قُر بزنی، نمیدونم گریه کنی، نمیدونم عصبانی بشی، هر کاری دوست داری انجام بدی، خودتو خالی کنی، تخلیه کنی، برگردی بیای آماده بشی برای ادامه زندگیت. این خیلی برای همه رفیقایی که گوش شنوای این شکلی دارن یه دست خوب بزنین.
من براتون چند تا موقعیت میخونم، شما بگید که توی این موقعیت چی کار میکنیم. مشکل ندارین؟ نه. خیلی خوب. از شما میپرسم. با هم روی صحنه تئاتر هستین، میفهمی حدیث دیالوگش رو یادش رفته، چیکار میکنی؟ یه صحنه‌ای بود ما هم کارا داشتیم با هم بازی می‌کردیم، حدیث یه نصف دیالوگو رفت، 3 صفحه پریدم، 3 صفحه دیدی که پیش پرید میاد. و من فقط نگاه حدیث می‌کردم و هی با چش ابرو بهش میگفتم، هی اشاره می‌زدم، هی می‌زدم منم که نمیفهمم اشاره رو، متوجه می‌دونین نمیشد. که- من ادامه دادم و دیالوگا رو یه جوری گفتم یه دفعه متوجه شد، ولی یه جایی هم یه شب من کاملا سفید شد مغزم و حدیث به دادم رسید. من انقدر تو صحنه حواسم به هر جفتشون بود که بدونم چیه، چون من خیلی کشمکش داشتیم، بزن داشتیم و اینا. من هم نگران سلامت بچه‌ها بودم، همین که حالشون، چون اینا دوتا خیلی گریه می‌کردن و من نمیدونستم باید چیکار کنم. گریه الان واقعی، یه درد واقعی گرفته چیه و واقعا یه جایی تلاش میکردم که برسونم ولی یه جایی ما حدیث همین نمی‌فهمم. اجرا رو ببخشید بین حرفت یه تک اجرای شهر استان قزوین دعوت شدیم و خب به هر حال مسیر طولانی بود و اینا. ما زمان تمرین در اون سالن رو خیلی نداشتیم که میزانسنامون رو در بیاریم. ناچار شدیم تماشاچی نشسته بود بریم در میزانسن همینجوری یا علی است و مدد رو اجرا کنیم. الهام وسط اجرا میگم مادره مثلا توی صحنه خودمون اگر این فرم بود اونجا یه ذره متفاوت تر بود. الهام گفت آره بیا اینجا، بیا تا بهت بگم. راهنمایی می‌کرد اینجا وایسا بهت بگم، تو برو اونجا. آخه یه لحظه بعد پرتش می‌کردم رو صندلی و صندلی کامل مدیریت چیز می‌کرد بود و به این فکر کردم اگر بکشمش پرتش کنم چه اتفاقی میفته. بهش گفتم بیا اینجا، بیا اینجا. اومد بازیگر توانمند و نامبر وانی الهام شعبانی. بله. نامبر وانه. سوال بعدی از خانم شعبانی. برنا از خودش یه رازی رو بهت میگه، به حدیث میگی یا خودت حلش میکنی؟ وای چه سوال سختی هم من پرسید. نه به من نگاه کن. نه شما اون برای نگاه کنین خانم میرم راحت باشه. بزن راحت جوابشو بده. برنا الان اومده گفته بله گفت خاله یه چیزی و اینا رو تعریف کرده، بعد نمیدونی بگی به خانم میرمینی نگی به من یه رازی به من گفت. گفته واقعا؟ بله. خب و من این رازو مهسا در جریانه و ما سعی کردیم که حلش کنیم و باهاش حرف زدیم، چون من خب بچه ندارم و حس مادرانه رو تجربه نکردم و با اولین کسی که حرف زدم مهسا بود و گفتم که این بچه اینو به من گفته و من باید چیکار کنم. به من نگفته؟ نه خب چون راز بود، واقعا یک راز بود. حلش کردین؟ تونستین حل کنین؟ بله. تونستم به عنوان یه خاله حلش کنم. الان که حلش کردی میگی؟ نه دیگه به من گفته رازه. رازه دیگه. عجب آدمیه ها. دیگه رازه. بعد من ازشم پرسیدم، گفتم که اگه بیاد بهت بگه که نمیدونم دوستم گفته فلان چیزو میخوام بگم، میگه بیا بگو چی گفته فلان. رازه. راز مفهوم راز رو خانم می‌دونید. میدونید زوده براش راز. یه فرشته مهربون تو این جمع داریم تا جایی که من میبینم. بله. اجازه داریم تشویقشون کنیم؟ بله بلندشم بیستن لطفاً. ای خدا قربونت برم. قربونت برم من. یه سوال مشترک میپرسم. اگر وارد جمع بشی و ببینی که پشت سر دوستت دارن حرف میزنن و حرفی هم که دارن میزنن غیر واقعیه، چه رفتاری نشون میدی؟ با شناختی که شما از من دارین چه رفتاری نشون میدم؟ سوال من با سوال جواب میزو رو سرشون خورد میکنه. بله. من یعنی اصلا وای نمیستم، یعنی تحمل. ولی اگر چیزی که دارن میگن حقیقت باشه چی؟ به خودش میگم و ازش میپرسم که چنین چیزی حقیقت داره و یا بهش میگم که درستش کنه، حلش کنه. میزو تو سر خودت خورد میکنه. چقدر آدمای منطقی هستن. نه به خود. شما چطور خانم؟ میزو تو سر خودم خورد میکنه. تو سر؟ من پشت سر کسی وارد شم چی بود؟ اگه بری جایی ببینی در مورد صبر کن. من به همه چی میگم. من همه چی رو به همه میگم. یعنی وقتی وارد میشم دارم پشت سر حرف میزنن، جوری نیستم که برم به دوستم میگم الهام بیا، دارن اینجوری میگم به خدا فلانی رو میگی. من بهش میگم حدیث دیدی درسته. من فضا رو یه جوری میکنم پاکسازی، هیچ کی جرئت نکنه. متوجه شدم. از شما میپرسم، با یکی دعوات میشه و میری خونه خانم شعبانی، همه ماجرا رو تعریف میکنی یا اون قسمتی که به نفعته رو تعریف میکنی؟ همه رو تعریف میکنم، میذارم روش پیاز داغشم، بعد الهامه جو میدیم با هم و اصلا هندی بازی زیاد تعریف. الهام بره دعوا کنه دیگه. آره دیگه. که الهام بره حق اینا رو بگیره. آها اینجوریه.
بله دوستی و رفاقت این شکلی، این دو نفر اینجوری با هم دیگه دوستان. یه دست براشون بزنید لطفا. ما هر شب اینجا بازی دبلنا میکنیم و 200 میلیون تومان هم جایزه میدیم و 40 تا عدد رو خوندیم. یه 10 تا پایانیش مونده که میخوایم به کمک شما بخونیم اگه اشکال نداشته باشه. محمود جان میاری دبلنا رو؟ بله بله. میلیون رو به کی میدیم؟ اونایی که تو خونه هستن با ما بازی میکنن. تو اپلیکیشن یک کارت بهشون داده میشه، ما اعداد اینجا میخونیم، هر کی کارتی زودتر پر بشه برنده میشه. ما داشتیم میرفتیم اپلیکیشن سلام خوبی موبایل ما هم بریز. بله حتما. بعد بازی کنی؟ آره دیگه. آخ حدیث. بردارم. بگیریم دستتون باشه این بکنم. متشکرم. عدد اول عدد 67. اپلیکیشن رو باز بکنید که بازی شروع شد. 67 سال تولد شماست. سال تولد شماست. بله. شماره 76. چه عجیب برعکسش اومد. 76. شماره 29. عدد بعدی لطفاً. شماره 60. عدد بعدی لطفاً. 5 تا بعدی هم. شماره 74. یه هوی همه رو در میاد. شماره 85. خودت هم اول نگاه میکنی؟ آروم نگاه میکنی. شماره 50. این اعداد زیرنویس هم خواهند شد. شماره 78. شماره 33 و آخرین عدد دعوا نکنید. شماره 3. خیلی متشکرم. الان احتمالاً توی خونه یه تعداد آدمی خوشحال شدن، برنده شدن، کارتشون پر شده به لطف شما و کمکی که شما کردید. من بزنید رو میز. نمیشه من ببرم کارتامو پر کنم پایین. نه اینجوری پر نمیشه. آها تو این چیزا ولی خب من اینا رو شما وارد کنید. محسا واردتره. اون در 70 خیلی مجازش خوبه. میخوام یه بازی با هم دیگه بکنیم. بازی یه ذره متفاوته با بازی قبلی که ما تو برنامه میکردیم. الان شما 2 تا دوستین که از همدیگه سلایق و علایق همدیگه خبر دارین. من میخوام یه سوال از شما بپرسم. تا 3 میشمرم. همزمان باید جواب بدین. سوالی که من میپرسم در مورد یکی از شما 2 نفره که باید همزمان جواب بدین ببینم که جوابتون یکیه یا نه. من میشمرم بعد میگین. غذایی که خانم شعبانی دوست دارن. 1 2 3. کوکو. فیلم مورد علاقه خانم میرامینی. 1 2 3. مادر. تمام کردین؟ من سرم پایین بود برگشتی گفتین؟ نه درسته با هم دیگه دوستین ولی اینجا قرار نیست تقلب نکردین. تقلب کردین. نه خب به من نگاه کنید لطفا. به هم نگاه نکنید دیگه. منم اینجوری میخونم. باش. خیلی خوب. بازیگر زن مورد علاقه خانم میرامینی. 1 2 3. با هم 3 هم تمام نشده. با هم لطفا 3 رو که گفتم بعد بگین. بله. وای اینا چجوری با هم رفاقت میکنن؟ همینجوری. ورزش مورد علاقه خانم شعبانی. 1 2 3. 2. الهام میدونستین دونده خیلی خوبی بوده در زمان نوجوانی؟ خیلی خوب. به خاطر همین میدوه دیگه. میدوه بله. خواننده مورد علاقه خانم شعبانی. 1 2 3. ناصر عبداللهی خدا بیامرز. نمیدونستی. گفتم. چی گفتی؟ ناصر عبداللهی. شهری که خانم شعبانی دوست داره بره سفر. 1 2 3. رشت. خودش نمیدونه. خودش دارم دیوونه میشم. خودش نمیدونه. خودش سوکی شد. وقتی گفتی رشت اینجوری که آقا میخوام فکر کنم واقعا کجا دوست دارم برم. 3 ثانیه وقت داری. مراسمی نیست که مراسم ازدواج خواستگاری نیست قول بگیری بعداً بریم اونجا. چیزی بگو تموم شه. سریع باید بگی دیگه. بریم. الکی بگم؟ آره دیگه. الکی نه. اون چیزی که به ذهنت میرسه اولی که دوست داری اونو بگی. منم میگم. عدد شانس خانم میرامینی. 1 2 3. 5. 2 به خدا 2. دارم دیوونه میشم. به خدا 2. میگه به خدا 2. برنده ای اصلا برنده ای نیست. اصلا بازی برنده ای نیست خانم میرامینی. وای چجوری توضیح بدم براشون. بازی داره تموم میشه.
بازیگر مرد مورد علاقه خانم شعبانی. 1 2 3. آقای خسرو شکیبایی. در جریان نبودم. خدا بیامرز. خدا بیامرز. میوه مورد علاقه خانم میرامینی. 1 2 3. توت فرنگی. فرنگی. آقای کیایی، من پری شبینا چند شب پیش رفتم خونهشون، بعد داشتم از درم که رفتم داشتم اینجوری واسه خودم تعریف می‌کردم، یه ظرف توت فرنگی بود که خیلی عجیب بود. به خدا هر کدوم من توت فرنگی ها بعد من گفتم خب این تو دلم همینجوری داشتم تعریف می‌کردم، گفتم مزه نداره دیگه، و واقعا مزه توت فرنگی میداد و کل اون ظرف منو برنا در عرض 2 دقیقه یه جوری خوردیم که میگه میوه مرد. آخه خیلی توت فرنگی بود و حدیث نشست رو زمین نوش جونش. اول گفت چقدر این توت فرنگی ها بزرگه. گفتم دیگه بزرگه. شروع کرد گفت هی خورد. مثلا برنا اومد یه دونه داد به برنا، منم همینجوری به این توت فرنگی نگاه می‌کردم. همین میگه مورد علاقه، مثلا توت فرنگی نیست. من عاشق پرتقالم. آخه نه 20000 تومان 30000 تومان دیدم از این سوپر خوبا خرید. نه آقای کیایی، نه اصلا مسئله قیمتشه. برام جالب بود اولش گفت اینا اصلا خوشمزه نیست. گفت خوشمزه نیست، شروع کرد اون ظرف. حالا من یه هرسی هم تو صورت زدم خوشمزه نیست و همینجوری داشت می‌خورد. آره دیگه نوش بعد چای نباتی می‌خواد. خیلی خوب. خدایا. 1001 امید ما هممون داریم برای اینکه زندگی کنیم، ادامه بدیم زندگیمون رو، بریم جلو. اون یه دونه امیدی که برای شما نیرو محرک است و خیلی دوست دارین و همیشه بهش فکر میکنین و باعث ادامه زندگیتون میشه چیه؟ برنا. پسرتون. بله. به آیندهش فکر میکنین؟ اصلا همه زندگیم حول محور ایشون میچرخ. برنا اصلا دلیل زنده بودن و زندگی من و هدف و امید و کار و همه چیز آدم بچه. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. الان از شما میپرسم نگی برنا ها. نه. شما باید یه چیز دیگه بگی. من برنا ندارم. نه برنا. خودم. به خاطر اینکه تمام این سالها انقدر دویدم و انقدر زحمت کشیدم و انقدر به اون هدفی که توی ذهنم بوده بهش فکر کردم، دوست دارم یه روزی به اون هدف برسم و به خودم بگم الهام آفرین. آمین. و الهام تمام این زحماتت و تمام این دویدنات جواب داد. دوست دارم یه روزی بیستم اون جایی که بهش فکر میکردم و در تمام این سالها براش دویدم، به خودم یه خسته نباشید درست بگم. چون ماها یاد نمیگیریم که به خودمون خسته نباشید بگیم و از خودمون تشکر کنیم. میخوام از خودم تشکر کنم. دست بزنیم. من خسته نباشید رو حتما نباید که ته کار گفت. من همینجا به شما میگم خسته نباشین، به خاطر اینکه خانم شعبانی رو من از سال 79 میشناسمشون و میدونم که چقدر برای جایگاهی که همین الان توش هستن تلاش کردن، چقدر دویدن، چقدر تنهایی کشیدن، چقدر سختی کشیدن، چقدر زیاد. به هر حال میدونم که کرج بودن، میومدن تهران برای کار کردن و خیلی تلاش‌های دیگه‌ای که کردن. جایگاهی هم که الان دارن به هر حال به عنوان یک طراح لباس، به عنوان بازیگر، کارگردان تا جایگاه بسیار خوبیه، به خاطر اینکه هر چیزی، هر کسی تلاش بکنه و هر چیزی که بخواد حتما خواهد رسید. ما در برنامه‌مون به هر مهمانمون یک آینه میدیم که روش نوشته شده 1001 برنامه‌ای برای همه مردم ایران. اما این آینه یک تفاوتی با آینه‌های دیگه داره. یک QR کد این پایین داره که یک صدایی روی این آینه ضبط و ثبت شده که برای همیشه اینجا میمونه و شما همیشه میتونید با موبایلتون بازش بکنید با گوشی و گوش بکنید. چه جذاب. جالب اینه که این صدا در روی هر دو آینه برای شما ضبط شده، یعنی این صدا واحده، هم رو آینه شما هم رو آینه شما. و الان اینو براتون بازش میکنم، گوش کنید. باز کن. حدیث جونم، الهام جونم، قربونتون بشم. من خیلی خوشحالم که 2 رفیق درجه 1 مثل شماها دارم. بدونین که همیشه مثل کوه پشتتونم، میدونم که همیشه کنارمین. واقعا جفتتون کنار هم دیگه تکمیل کننده یک رفاقت بی‌نظیره. قدرتون رو میدونم
امیدوارم همیشه موفقیتتون رو ببینم، همیشه خوشحالیتون رو ببینم. بدونین که مهسا به عنوان خواهر کوچولوتون همیشه کنارتونه، همیشه پشتتونه، همیشه خیرتون رو میخواد. تو شادی، تو غم، بدونین که میتونین رو من حساب کنین. از خدا ممنونم که شماها رو سر راه من قرار داد و من با شما انسان‌هایی که البته به نظر من فرشته این واقعا جفتتون آشنا شدم و در کنار خودم دارمتون. هزاران بار میبوسمتون و همیشه شادی و سلامتیتون رو. بله، این صدای یه قول دیگه ای از این دوستی بود که الان اینجا نیست و برای دوستاش این پیام رو گذاشته. خانم مهسا طهماسبی از بازیگرای خوبمون هستن. این دیگه الان برای شما یه یادگار صدای خانم طهماسبی رو همیشه روی این آینه دارین، میتونین تو خونتون بزنین، هر موقع دلتون براش تنگ شد صداشو گوش بدین. بسیار ارزشمنده. مرسی، چه ایده خلاقانه جذابی. خیلی ممنون مهسا. مرسی، واقعا ممنون به خاطر این کار قشنگه. خیلی ممنون. خیلی ارزشمنده. بفرمایید. از اینا میدین الهامم ضبط کنه روش، چون اون یه وایس ویژه میشه. آره میدونم. نه اونو بعدا خودتون ضبط کنین برای هم بفرستین. نه خیلی متشکرم. مرسی. خیلی ممنونم مرسی. که حضور پیدا کردید، گفتگو کردیم با هم دیگه. دوستی خیلی گرانبهاست، خیلی ارزشمنده، خیلی 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 زیاد. آدمایی که دوست خوب دارن آدمهای آرومتر و راحتتری هستن، به خاطر اینکه انگار که یه بخشی از غم و غصه و حالا شادی و هر چیزشون رو میتونن تقسیم بکنن و بار رو از رو دوش خودشون بردارن. امیدوارم که دوستای خوبی داشته باشین. ممنونم که اینجا بودین، تحمل کردین، نشستین، گوش کردین، حرف زدین با هم دیگه. شما که تو خونه هم هستین ممنون که هنوز ما رو نگاه میکنید و به ما امید دارید. خیلی متشکرم. ما این برنامه رو یه جور خاصی همیشه تموم میکنیم. برنامه 1001 با یک ویدیو تموم میشه، نور صحنه گرفته میشه و ما به یک ویدیو نگاه میکنیم و برنامه برای امشب تمام خواهد شد. متشکرم از همه شما. نگاه میکنیم به ویدیو. این روزهایی که کمبود رفاقت داریم، تو رفیق خوبی ماندی و گذاشتی رفیق خوبی برایت بمانم. خودمانی بگویم، رفاقت یعنی چتر بالای سرش شوی وقتی بلا میبارد بر سرش. یعنی وقتی بلند بلند از ته دل میخندد بیستی در کناری و کیف کنی از دیدن خنده هایش. یعنی با دست به تو اشاره کند که بیا کنارم. یعنی تو رفیقی، تو شریک غم و شادی بودی. یعنی درد که دارد بفهمی، از نگاهش حرفهایش را بخوانی. رفاقت یعنی فارغ از جنسیت. رفیقت هرچه هست و هر آنچه باید باشد تو هوایش را داشته باشی، مراقبش باشی، شد از دور یا از نزدیک. این روزها رفیق کم است و دوست بسیار، اما تو عوض نشو، تو رفیق بمان.